بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. یادتونه یه سفر اعتقادی قشنگ رو داریم با هم جلو میریم. از نقطه صفر بی‌اعتقادی شروع کردیم، رسیدیم به یه خدای واقعی که نمیشه نباشه. یه دوراهی که میگه ببین یا خدا هست یا تو هم نیستی، یا خدا هست یا هیچی تو عالم نیست. ما که نمیتونیم قبول کنیم خودمون نیستیم، پس یه راه عقل ما برای ما باقی میذاره که این خداه که اون ایکس بی نیاز بی نهایت یگانه باید وجود داشته باشه. جلسه قبل در مورد این صحبت کردیم که خدا سرچشمه تمام هستیه. هر چیزی تو عالم وجود داره وجودش رو از کی گرفته؟ از خدا گرفته. بیاد یه بار با هم مرور کنیم همه ی مطالبی که از اول تا اینجا با هم دیگه گفتیم رو. دقت کنید به تصویر و متنی که میبینید. این تصویر رو ببینید. ما از اینجا شروع کردیم که ما هستیم و وجودمون نیازمنده، هستیم و وجودمون نیازمنده. نمیشه این صف نیازمندا که صف سربازا میشد تو مثال ما همینجوری ادامه پیدا کنه و به موجود بی نیاز نرسه. این تصویر رو که این دایره ها رو میبینید، دایره‌های نیازمند بالاخره بعد به موجود بی نیاز برسن. اگه به موجود بی نیاز نرسن اصلا هیچ وقت به وجود نمیان. همون که گفتیم هیچ صدای تیری در خارج شنیده نمیشه. گام اولمون این بود که از نیازمندی خودمون رسیدیم به موجود بی نیاز. گام دوم گفتیم اگر موجودی بی نیاز باشه باید بی نهایت باشه. مثلث آتش رو براتون مثال زدیم و گفتیم یه دایره یه توپر، یه توپ شیشه، یه توپر رو تصور کنید، بی نهایت بزرگش بکنید. اگر موجودی بی نهایت باشه از بی نهایتی به یکتایی و یگانگی رسیدیم. داریم آنچه گذشت رو سریع با هم مرور میکنیم. گفتیم تا اینجا یه ایکسی داریم که هست و بی نیازه. اگر بی نیازه بی نهایته و اگر بی نهایت یکتاست، یونیک، دو بردار نیست. حالا بریم ببینیم میخوایم چی کار کنیم. میخوایم یه نتیجه گیری کنیم. این نتیجه گیری خیلی مهم، یه نتیجه گیری که ما رو با دریایی از صفات روبرو میکنه. جلسه قبل در مورد این صحبت کردیم. گفتیم اگر اون موجود بی نیاز نامحدود یکتاست و دو بردار نیست، این تصویر رو دقت کنید، هر چی تو عالم هستی وجود داره و وجود داره وجودش از کی گرفته؟ وجودش از سرچشمه هستی ایکس بی نیاز بی نهایت نامحدود یگانه گرفته. حالا یه سوالی جلسه قبل مطرح کردیم، این قسمت میخوایم فقط به همین سوال جواب بدیم. سوال خیلی سوال مهمی بود. سوال چی بود؟ یک پرسش بنیادین. آیا خدا همه چیز رو داره؟ حاج آقا شما جلسه قبل گفتی هر چیزی که از جنس وجوده خدا اون رو داره و بی نهایت داره. خب اگر اینجوریه پس ما باید بگیم مثلا برای مثال آیا خدا دست داره؟ آیا خدا چشم داره؟ آیا خدا اندازه و شکل داره؟ خب چشم وجود داره، دست وجود داره، اندازه و شکل وجود داره. شما هم گفتی هر چیزی که از جنس وجوده خدا بی نهایت داره. این سوال ماست که میخوایم این قسمت بهش جواب بدیم. برای این جواب باید به یه مسئله خیلی دقت کنیم. بریم ببینیم به چه چیزی باید دقت کنیم. این خط رو میبینید بچه‌ها؟ نمیدونم تو تصویری که شما میدید مشخصه یا نه. اینجا یه دایره سیاه داریم، اینجا یه دایره روشن داریم. این خط هم این وسط کشیدیم. ما باید یه خط بکشیم بین چیزایی که نیستن و چیزایی که هستن، یه تفکیک بکنیم. یه تقسیم مهم. مدرسه یادتونه خوبها بدها داشتیم، یه خط میکشیدن، دو تا خط این شکلی، از بد از خوب، یا خوبها و بدها. اینجا میخوایم هستها و نیستها رو بررسی کنیم. دقت کنید، کلید حل معما تفاوت بین بودن و نبودن. این طرف اون چیزایی که هستن رو میذاریم، اون طرف چیزایی که نیستن. من از شما سوال میکنم نور وجود داره؟ بله. الان اگه نور نبود که شما من نمیدیدید که. خب تاریکی هم وجود داره؟ تاریکی فکر نکنم وجود داشته باشه. تاریکی نبود نوره. تاریکی خودش که یه چیزی نیست که. شما نمیتونی بری یه ذره تاریکی بیاری، مثلا بگی یه لامپ تاریک خریدم اینجا پر لامپه ها، این لامپ تاریکه رو که کلیدشو بزنم همه جا تاریک میشه. نه، تاریکی نبودن نوره. توی علومتون شاید خونده باشید که واکنش های ما یا گرماگیره یا گرمادهه. ما چیزی به اسم سرما نداریم، یا گرمایی که هست یا گرمایی که نیست. نبود گرما خودش رو به شکل سرما نشون میده. حالا مثال تاریکی و نور خیلی مثال خوبیه. اینجا یه دایره روشن داریم، دایره خاموش. ما گفتیم هر چیزی که از جنس بودن و وجود باشه رو خدا داره، ولی بدون محدودیت، ولی بدون نداشتن. محدودیت یعنی چی؟ یعنی نداشتن. لباس من مثلا جیب داره، یه پارچه نامحدود سبز تصور کنید مثل پارچه قبای من. حالا جیب رو هم تصور کنید. جیب چیه؟ جیب چیزی غیر از پارچه است. مثلا بهش آهن اضافه کردن، بهش چوب اضافه کردن. نه، جیب هم همون پارچه است. فرق جیب با یه پارچه بی نهایت اینه که این جیبه یه سری نداشتن داره.
یه سری برش خورده. ما به این برشا میگیم نداشتن. خب اگه برشا نداشتنه، گفتیم خدا همه داشتنا رو داره. وقتی خدا همه داشتنا رو داره یعنی هیچ نداشتنی نداره. ببینید اینجا رو، خدا نداشتن نداره. نداشتن یعنی عدم، نداشتن یعنی نبودن. گفتیم خدا سرچشمه وجوده. شما برای ما مثال نزن از چیزایی که از جنس نبودنه، از جنس برش خوردنه. این جیبی که مثلا من دارم از جنس پارچه است، اون پارچه بی‌نهایت هم پارچه است. نمیتونیم بگیم این جیبه یه چیزی داره که اون پارچه نداره. مثلا پارچه است به علاوه طلا، پارچه است به علاوه نه، این جیبه یه سری نداشتن داره. اصلا این جملهش تو فارسی یه ذره بیانش سخته، چون نداشتن دیگه، نمیتونیم بگیم نداشتن داره. خب این جیبه پارچه است منهای سمت چپ و سمت راست و بالا پایین که شده جیب. خب خدا که نداشتن نداره. پس اگر شما با یه ویژگی مواجه شدید، اون قسمتش که از جنس داشتنه رو خدا داره، نه اون قسمتش که از جنس نداشتنه. بریم مثال واضح و واقعی بزنیم. دقت کنید. تحلیل یک صفت، دیدن. این چشمه، ما اومدیم تقسیم بندی کردیم، گفتیم بین محدودیت و وجود باید تقسیم کنیم. خب ما یه اصل دیدن داریم. اصل دیدن، مفهوم دیدن و تصور دیدن یعنی چی؟ یا ما بتونیم ببینیم. خب حالا این دیدن یه چیزه، این که ما با چی میبینیم؟ یه وقت با یه تلسکوپ میبینیم، یه وقت با یه میکروسکوپ میبینیم، یه وقت با یه دوربین میبینیم، یه وقت هم با چشم خودمون میبینیم، چشم خالی خالی بدون عینک. خب این دیدنه، یه اصل دیدن داریم، یه محدودیت در دیدن داریم. چشم ما برای دیدنش محدودیت داره. محدودیت دیدن چی؟ مثل چی مونه؟ مثل محدود بودن به حدقه چشم. آقا ما فقط از حدقه چشممون میتونیم ببینیم، از کف دستمون میتونیم ببینیم؟ نه. پشت سرمون میتونیم ببینیم؟ نه. دیدن ما محدود شده به این حدقه چشم ما. دیگه به چی محدوده؟ نیاز به زاویه دید داریم، نیاز به نور داریم، نیاز به رنگ داریم. اگه اینو نباشه که نمیتونیم ببینیم. خب یه اصل دیدن داریم که وجودیه، یه محدودیت در دیدن داریم که امر عدمیه. ما گفتیم برای اینکه جواب سوال برسیم، سوال چی بود؟ خدا، حاج آقا اگه خدا هر چیزی که هست رو داره و بی‌نهایت داره، پس چشمم که هست، خدا باید بی‌نهایت چشم داشته باشه. گفتیم وایسا اشتباه نکن. چشم یه دیدن داریم که وجودیه، یه محدودیت داریم. خدا محدودیت نداره. حاج آقا کی گفتیم اثبات کردیم خدا محدودیت نداره؟ قدم دوم گفتیم موجود بی‌نیاز نامحدوده. اگه خدا نامحدوده، محدودیت نداره. دیدنی که محدود شده به چشم، محدود شده به سر، محدود شده به حدقه چشم، به زاویه محدود، اینا همش نداشتنه. و تو اسلاید قبلی چی گفتیم؟ تو اسلاید قبلی گفتیم خدا نداشتن نداره. این جمله بچه‌ها خیلی مهمه. خدا نداشتن نداره، منفی در منفی مثبت. وقتی خدا نداشتن نداره یعنی داشتن داره. همه دارایی ها رو خدا داره. خدا کمال مطلقه. هر هستی که هست رو خدا داره. نمیتونی یه جا یه چیزی پیدا کنی که هستی باشه و خدا نداشته باشه. پس این چشم و دست چیه؟ توی این اسلاید بعدی توضیح دادیم. بریم سراغ قدرت. حاج آقا ما دست داریم، با این دستمون اعمال قدرت میکنیم، دعوا میکنیم، وسیله برمیداریم. خب خدا باید بی‌نهایت دست داشته باشه؟ برگردیم به جواب. دوباره باید تقسیم کنیم بین بخش محدودیت و بخش وجودی. دست رو بیایم تحلیل کنیم. اصل قدرت، پاور. اصل قدرت یه چیزه، محدود شدن قدرت به این 5 تا انگشت و مفصل و نمیدونم ناخن و مچ و بازو و ساعد یه چیز دیگه است. خدا قدرته که از جنس وجوده رو داره. چقدر داره؟ بی نهایت داره. چون بی نهایت داره دیگه قدرت خدا محدوده به بدن و جسم و دست و مفصل و اینا نیست. پس سوال اصلیمون رو جواب دادیم. سوال اصلی این بود که اگر شما میگی هر چیزی که از جنس وجود خدا داره و بی نهایت داره، پس چیزایی مثل چشم، دست، اینها چی؟ جهل و خدا داره؟ نه، چون گفتیم جهل اصلا از جنس وجود نیست. ناتوانی خدا داره؟ نه، ناتوانی از جنس نداشتنه و خدا نداشتن نداره. چرا خدا نداشتن نداره؟ چون داشتن داره، چون همه هستی از او سرچشمه گرفته شده. همون قدمی که جلسه قبل ثابت کردیم، خدا سرچشمه هستیه. بریم یکم جلوتر. ما 2 تا راه داریم بچه‌ها برای اینکه صفات خدا رو بشناسیم. راه اول، وقتی که گفتیم خدا بی‌نیازه و نامحدوده، وقتی یه موجودی نامحدود باشه همه هستی رو داره.
اصلا به خاطر اینکه نامحدود بود یگانه بود، جایی برای غیر خودش باقی نمیذاشت. هر صفت وجودی باشه، هر کمالی وجود داشته باشه خدا داره و کمال مطلقه. این یه ذره فهمش سخته. حالا میخوایم یکم راحتش کنیم. گفتیم چی تو جلسه قبل؟ گفتیم اگر دیدی یه جای صفت وجودی هست، میفهمی خدا اون صفت رو داره و چقدر داره؟ بی نهایت داره. این مسیر دومه. راه اول برهان کلانه که میگیم خدا چون بی نهایت کمال مطلقه. راه دوم دم دستی تر، مصداقیه، میگیم علم وجود داره، خدا بی نهایت علم داره. قدرت وجود داره، خدا بی نهایت قدرت داره. مهربونی وجود داره، خدا بی نهایت مهربونه. حیات وجود داره، زندگی وجود داره، خدا بی نهایت زنده است. و هر صفتی رو که کرامت وجود داره، یه نفر کریمه، میگه آقا این آدم خیلی کریمه، به همه غذا میده، به همه فقرا کمک میکنه، پس خدا هم کریمه. چقدر کریمه؟ بی نهایت کریمه. دیدن وجود داره، خدا بی نهایت بیناست. شنیدن وجود داره، خدا بی نهایت شنواست. و تمام صفاتی که میتونیم اینجا برای خدا پیدا کنیم. بریم جلوتر. مسیر دومی که داشتیم این بود: اگر چیزهایی که میبینیم، عشق، محبت، مهربانی، قدرت، علم، از جنس وجود بود، اون بخشیش که از جنس وجوده رو خدا بی نهایت داره، محدودیتش رو نداره. تا اینجا ما اصل خدا رو ثابت کردیم، بی نیازیش رو ثابت کردیم، نامحدودیش رو ثابت کردیم، یگانه بودنش رو ثابت کردیم و الان با قسمت قبلی یه عالم صفت برای خدا ثابت کردیم. عالم، قادر، حکیم، حی، قیوم، غفور، رحیم، ارحم الراحمین و همه اینا رو با عقل خالی اثبات کردیم. نه آیه قرآن خوندیم، نه حدیث گفتیم. با عقلی که توی نفس هممون هست، با عقلانیتی که بین همه مردم کره زمین مشترکه. به مطالب این قسمت دقت کنید. یه خلاصه کوتاه. این قسمت یه سوال جواب دادیم با آنچه گذشت. سوالمون این بود: اگر هر چیزی که وجود داره خدا اون رو داره و بی نهایت داره، آیا چیزهایی که محدودیت دارن مثل دست، مثل چشم، مثل سایر چیزهای محدود رو هم خدا داره؟ گفتیم نه، اصل وجودش رو خدا داره. خدا محدودیت نداره، چون اثبات کردیم در قدم دوم که خدا نامحدوده. خیلی به این مسئله فکر کنید. اگه سوالی داشتید حتما از ما بپرسید. یا علی مدد. خدا نگهدار.